سلام، به فانبویز این هفته خوش آمدید. با من باشید. من یوسی و همراهی سلام، به فانبویز این هفته خوش آمدید. من یوسی به همراهی همکارم رزی در خدمتتون هستیم. با ما باشید. محسن رضایی برای ریاست جمهوری کشور نپال اعلام آمادگی کرد. او با گفتن جمله خانمون شناسنامه من وردار بیار بلیت خود را رزرو کرد. کنسرت ها در ایران این شد. مغزش چیز. کنسرت ها در ایران حالا هوای دیگری پیدا کرده است. بله، در همین راستا جیلو وارد ایران شد و برای هماهنگی برنامه‌اش به برنامه فانبویز مراجعه کرد. همکنون جیلو با آمدن آیفون 17 و iOS 26 شرکت اپل نشان داد که اگر بخواهد میتواند بیشتر از این هم بریند. چه آپدیتیه بابا، نمیدونیم چی به چی هستن هیچیش. ملت همیشه در صحنه این بار هم از صحنه جا نمانده ملت همیشه در صحنه این بار هم از صحنه جا نمانده و شماره شبای خود را به همراه یک ایموجی قلب و مبلغ برای هادی حجازی فر ارسال کردند. تا پولو نگیریم آروم نمیگیریم. ببین چی نوشته زود بزن میخوام برم جایی. اما اودی کارت با گوشی تموم شد بگو که بریم وقت. همینجور داره SMS میاد. اصلا شماره من از کجا پیدا کردم؟ شبا نه این موجه اینا داداش موجی چی؟ جمع میشه خیلی سریع.